سلاف و ریز ام لنوا آواهیا روزنامه‌گری واشنگتن نه لوی دره پیفدار پارتیا دموکرات کردستان ایران رزدار خالد عزیزی سمینار که پیشکش کرو تدا لگل آمادهیان پیشکتن داوی ایران و رولا کردان دوان پیشکتن و پیواجویان دا رونی کر ام دزانن کو او بهتری هفته که امریکا و اسرائیل ایریشی رژیم ایران دکنه و حول دادنه که آرمانجن خواه ده تک برنامه نووکیا ایران و سیستم موشکن بالستی دا تک ببین وی ولاتی لی هر حال دوان دمین داوی دا بحثا روخاندنا رژیم دیکتاتور ایران جی بو ده دمکی دا بحثا رولا کردان ده یکی دا دبه ام دزان سروک امریکای بری دمکی گوتبو که او کردان هاند ده که لنوا ایران حول بدن که تفگره که چیکن و ببین بشک جی اپوزیسیون جی بو روخاندنا و رژیمه بری که جارکت نبه بجه او نخوازه که کرد تفلیوه که ببینه او پشتگیری کردان دکه لی نخوازه که راست راست کرد دوی درباره دا کار بکن با اوای که چالاک لسر عرده رزدار خالد عزیزی هر وها بحث اوای که کرد که کرد جروجا روج دا حول دادن که مافی خواه لناوا ایران که دموکرات و فدرال ورگرن او نتنه جبو ویگا وی کار دکن او به 10 سالان برای وان کار کریه او نهاجی رنگ درفتک به نتنه جبو کردان رنگ جبو همی ایرانیان همی پیکاته ایرانه که کاربن تشتکی وها ساز بکن لناوا ایرانه لناوا ایرانه که یک گرتی که کاره ریزه لمافی پیکاته و نتوین دناوا ایران دا بگیره. رزدار خالد عزیزی هر وها بحثا هفپیمانی کردی ین پارتین کردن ایران کرد گفت که او نبر سواجه تشتین کنها دوبین را او بهتر داخوازه که کردیه که به 10 سالان هولدان دوی درباره دا دکن تشتکی دینی بالکش دوی سمیناره دا او بو که آلین کردی بتایبتی کردن ایرانی دخوازن با اوی که رونی و زلال برسوا واشنگتن دوی درباره دا ورگرن برسوا که کاره به جبو کردان رونی بکه آیا سبروجا کردان دناوا ایران دا وی چاوا به آیا امریکا وی به چه آوایی به چه شوی پشتگیری آوان بکه جناو آواهی روزنامه‌گری واشنگتن صالح دمیجر دنگی امریکا